ارکان و واجبات و سنت‌های عمره. عمره دارای ارکانی است که علمای شریعت آن را تعیین نمودند: احرام و سعی میان صفا و مروه و طواف. واجبات عمره: احرام کردن از میقات به دلیل فرموده نبی اکرم صلی الله علیه و سلم. پس از این که میقات ها را یاد کردند فرمودند: این میقات ها برای همان مردمان است و نیز برای کسی که از آنجا بگذرد، اگرچه از مردمان آنجا نباشد ولی اراده حج و عمره کرده باشد. اما دومین واجب تراشیدن موی سر و یا کوتاه کردنش می باشد، به دلیل فرموده الله تعالی: به راستی الله رویای رسولش را به حق تحقق بخشید. قطعاً اگر الله بخواهد همه شما در نهایت امنیت و در حالی که سرهای خود را تراشیده و یا کوتاه کرده اید و از هیچ کس ترس ندارید وارد مسجد الحرام خواهید شد. پس الله چیزهایی را می‌دانست که شما نمی‌دانستید و پیش از آن فتح و پیروزی نزدیکی برای شما مقرر نمود. غیر از ارکان و واجبات متباقی سنت است. از این قرار: 1. غسل کردن هنگام احرام بستن. 2. احرام بستن با 2 پارچه سفید، یکی ازار و دیگری ردا. لبیک گفتن تا دیدن کعبه و لمس کردن حجر الاسود. 4. استبا: در طواف قدوم و یا عمره ردا را از زیر بغل راست بگذراند و 2 گوشه اش را بر شانه چپش بگرداند. کسی که رکنی از ارکان عمره را ترک کرد نسک او به اتمام نمی رسد تا زمانی که آن را انجام ندهد. کسی که واجبی از واجبات عمره را ترک کرد بر وی خون است، یعنی ذبح گوسفندی و یا مشارکت در 1/7 از سهم گاو و یا 1/7 از سهم شتر. کسی که سنتی از سنت‌های عمره را ترک کرد بر او چیزی نیست و عمره اش صحیح است.